چه فضایی ایجاد کرده خداوند در ماه مبارک رمضان که یک ماه تمرین بکنیم. تمرین این همه خوبی ها، چون تو 11 ماه ما رو فاصله انداختن با خوبی ها، با ارزش ها، با پاکی ها، درگیر شدیم. در حقیقت این ماه خودتکانی است و ماه توشه گرفتنه. شب خیز که عاشقان به شب راز کنن، گرد در بام دوست پرواز کنن، هر جا که دری بود به شب در بندن، الا در دوست را که شب باز کنن. دوست فقط اونه، تنها دوستی که خیانت نمی کنه فقط اونه، تنها دوستی که خلاف وعده عمل نمی کنه فقط اونه، تنها دوستی که دوستشو دور نمیزنه فقط اونه، تنها دوستی که دوستشو تنها نمیذاره فقط اونه. آشتی با خداوند یعنی آشتی با پاکی ها، آشتی با خوبی ها، آشتی با زیبایی ها، یعنی آبرومند شدن، یعنی عزت پیدا کردن، یعنی شاداب شدن، یعنی توسعه پیدا کردن، یعنی قوی شدن، یعنی مهربان شدن، یعنی خیرخواه شدن، یعنی رحیم و شفیق شدن، یعنی قوی شدن. اوصاف خداوند دیگه. یعنی غنی شدن، یعنی بخشنده شدن، کریم شدن. این اوصاف پاکه، اوصاف رب العزت و الجلاله. ماه رمضان داره سپری میشه. تصور بکنید ماه رمضان 30 تا دوسته. امروز سر سفره افطار پسرم احمد و بالاخره میدیدم فشار بهش آمده بود، خب کلاس دوم روزه گرفته، فشار بهش میاد، روزم درازه، هی نشسته بود، هی این خرما رو گرفته بود، هی میخواست ببره، هی شربت هم جلوش بود، هندونه سرد هم بود، خنک بود. پس کی از آن میده؟ هی من میخورم، هی میبرد، جرأت نمیکرد بخوره. هنوز بالغ نشده ولی جرأت نمیکرد بخوره. هی میبرد، هی برمیگردون، منتظر اذان بود. چه چیزی این بچه‌ای که مثلا این بحث بچه من نیست، همه این بچه‌ها روزن. چه چیزی این قدرت رو به انسان میده، به یک بچه مثلا 7 ساله 8 ساله که 12 13 14 ساعت 15 ساعت نخوره، بعد منتظر اذانه، هی میبره بالا میاره پایین، میبره بالا میاره پایین. تمرین نیست، تقویت اراده نیست. این بچه ها در آینده باید تمرین بکنن بله گفتن و نگفتن، نه اینکه دنبال هر کسی را بیفتن برن دنبالش. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند در ماه مبارک رمضان خداوند 5 تا خصلت و 5 تا ویژگی به این امت داده که به هیچ امتی قبل از این امت نداده. اختصاصیه، خاصی این امته، امت محمد صلی الله علیه و سلم. اولین ویژگی این که بوی دهان شخص روزدار نزد خداوند بوی مشک و عنبره. سبحان الله. هرچی این بوی دهانش بدتر بشه، از زوال آفتاب که آفتاب وسط آسمان به طرف چه؟ زوال به طرف غروب، این معده خالی تر میشه. وقتی معده خالی تر میشه چه؟ ترشحات معده بیشتر میشه. این ترشحات بوست، نتیجه خلو معده از غذاست، از شرابه، از نوشیدنی است. اینا میان تو دهان آدم. اینجاست که بعد از نماز عصر به بعد مکروه کسی مسواک بزنه، چون مسواک بزنه این بو رو از بین میبره و این بو نزد خداوند از بوی مشک بالاتره. سبحان الله. ظاهر این بو که بده، انسان باید مسواک بزنه که بوی دهانش خوش باشه، ولی اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند خلوف فم الصائم اطیب عند الله من ریح المسک. بوی بد دهان روزدار نزد خداوند از بوی مشک و عنبر بالاتره.
چون نتیجه یک عبادته و این عبادت نتیجه اطاعت و بندگی از امر خداست. روزه برای الله خیلی مهمه و عزیزه و یک عبادته و سر بین عبد و ربه. پس بویم که از این روزه تولید بشه چه؟ نزد خدا مشکه.